خطاب من به منصور عمرов، خطاب من به نورالدین رحمانov، خطاب من به هر یک زندانبان و زبانیه که اونها در زندانهای تاجیکستان، مردم تاجیکستان و آنانی که زندانیان سیاسی هستند و علما و آنانی که حقگوی هستند و پشت میله های زندان فرستاده شده است، والله قسم شما در قپ این مردم میخورید. سوگند به الله میخورم که این مردم تاجیک قصدگیر است. با خدا قسم به حالت شما را میارن، گندشکای آسمان با حال شما گریه میکنه. باور بکنید من نورالدین رحمان چارچلیکه خواهش میکنم از تمام مردم، هر این خونه سوخته در داخل زندان زندگی میکنه از ترسش. این نورالدین رحمان آنچنان ظالم است که رحمان افترا قطیش نمیبره. منصور عمر وقتی میگریزه با میلیاردها دلار میلیونها دلار، نورالدین رحمان نمیگیره قطیش بگریزه بروه. فراموش نکن چارچلیکه پنچلیکه خدا بزنه توار انسان نمیتونم من تر انسان بگم، چون تو یه وحشی. این از ترس این حیوان در داخل زندان زندگی میکنه و کارش ظلم و زدن و شکنجه زندانیان است. زدن استاد محمد علی حایی، زدن زبیدالله رازی، ظلم کردن زندانی های دیگر که در زندان هستند، محض توسط انا همین نورالدین رحمانوف ظالم روز بر روز ادامه پیدا میکنه و از ظالم بودنش باز به مقام بالاتر در ظلم گذاشتنش. اکنون شما فکر کنید که یک شخص ظلم میکنه، یک شخصی که فشار میارد، عذاب میتید، اذیت میتید، با جای این قدر شکایت ها بالا میرود، وظیفه بالا تا مقام معاون سرریاست اجرای جزای جنایتی. ببینید شما فکر کنید که در وزارت عدلیه گویا عدل وجود ندارد، یک ظالم چون نورالدین رحمان وظیفه بالاتر و مقام بالاتر میگیرد. اکنون شما فکر کنید که یعنی که منصور عمرov چی جایگاهی داشته است؟ انا که از اون بالاش میرود تنها رحمانov، یعنی که در تاجیکستان هر مقام داره که مربوط به سرریاست اجرای جزای جنایتی یا مقامات کارهای داخلی یا امنیت کشور، اونها از افراد خشین و بازومندی که مردم و اونانی که در کشور زندگانی میکنن، چه در زندان و چه در زندان داخلی تاجیکستان که مردم همه در حالت اسارت قرار دارن، تنها اینها کارشون چی است؟ تنها اینها کارشون ظلم کردن مردم و ملت تاجیکستان است. اگر روز از روز این مردم آگاهتر نشوند، اگر طلب دادخواهی، من نمیگم از رحمانوف طلب دادخواهی کنن، من میگم که از همون مشکلات خودشون باید طلب کنن از مقامداران مربوطه تاجیکستان تا اینکه وضعیت در تاجیکستان تغییر کند. وضعیت تغییر کردنی می شود. هفته زندانیان اعلان میکنیم، در حال میبرانم قضیه بران قضیه عبدالرازق. والله قضیه بران عبدالرازق اهمیت ندیه. آی مردم، نانی خوردن نداری، آردی خوردن نداری، برق نداری، وضعیت گزیبای در حالت وزمینی با 1,015,000 13,000 بران عبدالرازق ترا چی؟ مادرت گرسنه در تاجیکستان، زن و فرزند در حالت وزمین قرار داره، خیلی قضیه بران نقل کرده است، قضیه عبدالرازق. قضیه عبدالرازق بران برای من ترا چی فایده؟ یگان سمود نرسه؟ برای مادر پیرت، برای پدر پیرت، برای عائلت یگان فایده داره قضیه بران عبدالرازق؟ هر وقتی که یک مصیبت بالای این ملت میاره رحمانوف، وقتی میبینه که وضعیتش بزیب شد، در قضیه نمیدونم پیش از انتخابات بود، وضعیت بزیب بود، آوردن سورای قاسم، یک مردک 30 چند ساله را گرفته. گفت هم مردک کار میکنه که دغدغش در سری که سورای قاسم و کیف گشته است با بچه 30 چند ساله. برای من تو چی فایده داره قضیه شوهرکنی سورای قاسم و برای من تو قضیه بران چی فرق داره؟ قطع عبدالرازق کاری نه، ایش فریب کرد، ایش فریب نکرد. بعد برای من تو چی؟ تو در قضیه ملت، در قضیه مادر و پدرت باید فکر کنه. هر شهروند فکر کنه که مادر پیری من در کدام حالت قرار دارد، فکر کنه پدر من در کدام حالت قرار دارد، فکر کنه بستگان من، همسر و فرزندان من در کدام حالت قرار دارد. فرزندش در مکتب میخونه، 10 تپک بگی بیار، وقتی که بخوای گپ زنی حتی خوین شده. تا کی این وضعیت در این کشور ما ادامه پیدا میکنه؟ تا وقت این مردم اگر نشر کردن که تخمینا با 5 مرد یک بار زنا کرد، تو بگو برای ما فرق نداره. دما قضیه مردم بعد دما قضیه خودم در کاره. داته چی فرق داره که بران چیکار کرد؟ سوره قاسم بچه 18 ساله را گرفت. این واقعا حماقت است. با همه رسانه و وسایل اخباری اما همین دو قضیه را میبرن پیش. مسافر 76 ساله در زندان با وضعیت وخیم گرفتار میشوه، برای مردم فرق نداره. هر نهضتی باید بروه.
با خدا قسم این حالت در سر هر یک کدوم شما می آید. امروز فکر نکنید که زبیدالله رازقی 76 ساله نهضتیای اونا بردن کرسر کردن، این حالت به نزدیکی تو می آید. روزه صبر کنی، اگر انتظار باشه که نه که من نهضتی نیستم، برای رحمان و نهضتی بودن یعنی که احزاب مخالف بودن یعنی حقگو بودن مهم نیست. برای رحمان تنها دختر دامادر به شمارش و عائله خودش مهم است. همه مردم تاجیکستان برای رحمان یک غلامن. هم قدر که در گوششون باید که یک بیرکه بزنن تو بگن که غلامای دخترم تخمینه، غلامای دامادم جمالدین، غلامی بچم فلانی، غلامی سامان جانم، غلامی اسماعیل جان، که آلی همتریتون هم میکنن یا چیپتون میزنن در گوشاتون، بعد میفهمم که جایی که میره غلامی کی میگه، میفهمم که غلامی کی ته. هر چی قدر که ما صبر کنیم، قضیه بران و قضیه شکنی سوره قاسمه و قضیه فلانی را گوش کنیم، ما در همین وضعیت قرار میگیریم میریم. مردم مرده استن، در فکر بران گپ زده استن، جان مصطفی 76 ساله زیر خطر، جان مردم مظلوم در زندان ها زیر خطر، ولی رسانه ها مرگ با یک رسانه که قضیه بران میبردارن، قضیه مصطفی 76 ساله تاجیکا نمیبردارن. تو پدر نداری آی رسانه دار، آی رسانه دار، تمام رسانه ها، شما اگر مسلمان هستید نیستید کار ندارم با دین شما شرف ناموس دارید، شما اعتقاد دارید که من یک انسانم، تو که از محنت دیگران بغمی نشاید که نامد میهند آدمی. هفته زندانیان مظلوم، هفته زندانیان پیرمرده که بردن داخلی کرششون کردن برای دادخواهی، تمام رسانه باید اینها را در خودش درج میکرد، نشر میکرد. اصلا قضیه برانه برداشته هستند. تو معروف ترین رسانه های داخلی تاجیکستان و تاکه شما به هر یک چیزی که رحمانوف بران خودش معلوم است که با کدام قضیه است، آدمی کی است و چی شد. خب انشالله در برنامه های مفصل براتون میگیم. یا عبدالرازی چی مهمیت دارد اینها برای ما؟ اگر زیایی این ملت باز هم خب کنه بیسته که نهضتی را زندان کردن، من نهضتی نیستم، با مانند یک حیوان صفتی دیگرش رستم عزیزی و خری فلانی دیگرش میخیزن گپ میزنن، این عربده بسر هر یک کدومت میآید. فکر نکن که من فعلا زبانم بلبل گپ میزنم، چون که گاه مردم زین با پشت گاه پشت با زینن. بار دیگر میگم از قصد این ملت بترسید، از قصدگیری این ملت بترسید. قسم به خدا یگان مردم در دنیا رنگ تاجیک قصدگیر نیست، تنها و تنها منتظر پای کن. اگر ما بگیم که هر کاری که میخواهید بکنید نگاه که چی وضعیت میشود، ولی ما هیچ وقت ناآرامی در کشور را نخواستیم. هر کسی که زنگ میزنه تنها با آرامی دعوت داره مردم ها. ولی ببینیم اگر این رحمان فی لعنت کرده الله باز هم بگه پهنالتو زندن، بعد دیگه میگیم که هر کس از پدر خودش از نزدیکان خودش حمایت کنه. برای اینکه حمایت کردن از پدرت فرض است، حمایت کردن از خواهر و ناموس و مادر فرض است برای هر یک انسان. تا که ما صبر کنه بستیم که لعنت کرده الله یک پیانه میخزه خوش یک هفته پس او آدم در کرش میمبره یا زنده میمونه. به خدا قسم این مردم بار دیگر میگم تو اگر دست از ظلم نبردارن، منصور عمرов بار دیگر تکرار میکنم از این رسانه که از خدا بترس. برای یک برادر اوچت مرد، برای یک برادر که کلیفتای زدنی موزدگی گرفت ترمش کرد. فکر نمیکنی که این مردم زن و فرزند پدر و مادر دارن؟ اینا تماما زبان اینا این خلکونیت اون خلکونیت نمیفهمن. این مردم ها با همین زبان باید گپ زنی تا اینکه این لعنت کرده الله بفهمن که مردمی مصیبت زده داخل زندان در کدام حالت قرار دارن. الله جای شما را همون زندان هایی که زبیدالله رازق رحمت الله رجب هزارها زندانی های بگناه دیگر است، خداوند شما را در همون جایگاه قرار بتیه و انشاءالله که اون روز نزدیک است. غدا لناظره قریب، فردا برای شخصی منتظر اون روز یعنی که نزدیک است. ما فرج و کمک از الله میخواهیم، ما از هیچ کسی دیگر کمک نمیخواهیم. انشاءالله خداوند به داد این مردم مظلوم میرسه و حتما جایگاه شما انا همون کمره هایی که 5 نفر 10 نفر اویله رحمان و قطعی در کرش رستت کنم انا بینم بچه کمکی خواه میره و اسماعیل جان تو دبالاش تو خواه میره اسماعیل جان دبالات خواه میره و بعد برای 5 نفر یک جا برده مونده. الله لعنت کنه شما ور انسانه و پیانسکای لعنت کرده الله یک گپ میگه تو انسانی
انسان نخواه که انسان بخیزد با یک مسافر 76 ساله به همین ظلم عمل بکنه و همین ظلم با یک زندانی بگناه انجام بده و کاری بکنه که همونو در همین حالت قرار بگیرد. این دیگر از وجهی بدبختی و حماقت این مقامدارا است که حتی اینها را نمیدونم که اینا پدر دارن، اینا مادر دارن، اینا تربیت شدن. این او رحمانوف که ایکون تولد چه دیگه همین نوردین پدن علت ظالم. نوردین رحمانوفی که ظالمی چنچلیکه این نمیدونم اگه جا تولد چه دیگه. این از ظالم از ترس از ظلم و از عذاب دیشه در داخل زندان زندگانی داره. ولی تمام اون چی که است برای این ملت معلومه. تمام کارهایی که میکنه این نوردین معلومه. منصور عمرов باری دیگر میگم احتیاط کن. منصور عمرов ظلم و بس کن. منصور عمرov ظلمی که تو داری این نهایت داره. هر یک چیز آغاز و انتها داره. ظلم تو و ظلم رحمانوف و ظلم زندانبان‌های زبانی های شما انتها داره و ان شاء الله انتهاش نزدیک است. صلاحیت مهلت شما تمام شده است. و خدا قسم هر دولتی که بگیره برای تر همچون یک مقامدار ظالمی که 100 زندانی را شکایت چه میگیرن در جای برای قفا میسپرن ترا. فکر را که پاتر رحمانوف خطاب میگیری برای هیچ کنه میسپرن. تو نمیتونی همه خیش تبار تا گرفته گریزونده برده. فراموش نکن منصور عمرov. خیش تبار ترا دولت آینده ضرر نمیرسونه. انا نزدیک زندانی میره و بسر خواهری ترا. انا آدمی که در زندان کشته پدرشه تجاوز کرده انا میخزه میره و به خونه نزدیکای ترا. او را یگان کس قپیده نمیتونه. خب میگه بکشم من کار نکردم. چیش میگوی بعد؟ نادی را میخپنده یگان جا. فراموش نکن منصور عمرov. هیچ چیزایی نیستن که هیچ چیز فراموش نمیشود. هیچ کس فراموش نمیشود. هیچ عمل کرد شما فراموش نمیشود. تا وقتی که این ملت صبر کرد و طاقت کرد های پیشوای ملت دستکاش پیشی برگرفت همونقدر این ملت ظلم و اذیت و آزار میبیند. امیدوارم که این خوتیکا فهمیدن اینا به زبان انسانی با اینها صحبت کردن و الله حیف است. توف برای بعضی از نامردای بمانندی نوردینی چارچلیکای پنچلیکای خدا زده. سلامت باشی برادر شوکت. ان شاء الله که من تمام کردم.